وبسایت تاینی موویز تقدیم می کند. ساوا. روزی روزگاری جنگجویی بزرگ زندگی می کرد که به رغم سن و سال کم از دانایی بهره‌ای بسیار داشت. او را روحی بزرگ و قدرتمند بود، به طوری که یکتنه از مردم سرزمینش در مقابل آفتها و سختیها محافظت می کرد. دشمنای روستا از همه جا سر میرسن، ولی حتی فکرشم نمی کنن که گرگای سفید برگشته باشه. سرپرست گویندگان مینا مؤمنی، مترجم عاطفه رضوان‌نیا، صدا پرداز رضا سلطانی، ترانه سرا عرفان هنربخش. در روزگاران قدیم جنگلی که روستای ما رو احاطه کرده محل زندگی گرگای سفید بود. چرا هنوز بیداری؟ دارم طوفان رو نگاه میکنم. چرا گرگای سفید به اون مرد حمله کردن؟ ساوا، تو این داستان رو میدونی، تا حالا 1000 دفعه برات تعریف کردم. ولی چرا اونا رفتن؟ چرا همشون ناپدید شدن؟ هیچ کس نمیدونه. گرگا و آدما رابطه نزدیکی با هم داشتن. اونا از ما محافظت میکردن. توی افسانه ها اومده که یه افسونگر بزرگ اونا رو به خاطر حمله به آدما به دیوای بدهیبت تبدیل کرده و حالا اونا محکومن تا روزی که یه شوالیه از راه برسه و کل دنیا رو نجات بده همین شکلی باقی بمونن. چرا اون جمله رو اینطوری میگی؟ کل دنیا رو نجات بده. خیلی عجیبه. خب افسانه ها همیشه عجیب به نظر میاد. یه شوالیه واقعا میتونه این کارو بکنه؟ کل دنیا رو نجات بده؟ البته که میتونه. آدما هر کاری میتونن بکنن، فقط کافیه از اعماق وجودشون آرزو کنن. ماما چیزی شده؟ نه، فقط فکر کردم که اونا اینجان. عجله کن، برو پایین. میخوام پیش تو باشم. کاری که میگم رو بکن همین الان. ساوا، کسی غیر تو خونه نه؟ نه، من تنها. همه با سومتون جمع بشن همین الان. بعد از اینکه محصولات کشاورزی و نوشه جنگ کردیم شما رو میبریم برای ارباب میمون ها. اون دستمزد خوبی بابت یه مشبرده که قرار کل زمستون براش کار کنم پرداخت میکنه. محصولات کشاورزی رو برامون بیاریم، فقط نبینم چیزی رو قایم کرده باشه وگرنه خودتون رو میخوریم.
نمیدونم کجاست. ساوا، تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه بهت نگفتم تو مخفیگاه بمون؟ میخوام از اینجا بیارمت بیرون. برگرد برو تو زیر زمین، خواهش میکنم. این قفس باید یه راه فرار داشته باشه. چطوری میتونم بشکنمش؟ نه، نگران نباش، خودم حسابشو میرسم. اون پسر رو بگیرید. بگیریدش. بوشو حس میکنم اون اینجاست. بیاین بریم. این واقعی نیست. دارم خواب میبینم. راه فراری نداری بچه. اینجا دیگه آخر خط کوچولو. گوشتت باز خوشمزه باشه. یه گاز ازش بزنم. از من دوشی. صدای چیه؟ من چه میدونم ولی میترسم.
تو هم دیدی؟ به نظرت خودشه؟ آره خودشه. بزن بریم، بزن به چاک. بیا بریم. پسر تو دور از روستات اینجا چی کار میکنی؟ کتفم بدجوری درد میکنه. وای، تا حالا همچین خوابی ندیده بودم. ببینم گرسنته؟ تو واقعی هستی؟ خودم که دوست دارم اینطوری باشه. کتفت جا انداختم. بهتری؟ تو یه گرگ سفیدی. نکنه میخوای منو بخوری؟ امروز نه. من میتونم برم؟ البته. کجا میخوای بری؟ باید دهکده رو از دست کفتارا نجات بده. کفتارا؟ میتونم ازت یه چیزی بپرسم؟ اگه هنوزم گرگای سفید اطراف دهکدن، برای چی از ما محافظت نمی کنن؟ چون من تنها گرگ سفیدیم که باقی مونده. نقشت برای نجات دهکده چیه پسر؟ خودم هم نمیدونم. فقط میدونم برای موفق شدن باید به قلبم رجوع کنم. اسمت چیه؟ ساوا. من آنگه. کسی رو میشناسم که ممکنه بتونه کمکت کنه. برم سواله که چرا همین الان اینا رو نمیخوریم؟ کودن ملکه ثروتمند میمونا بابت این مردا پاداش خوبی بهمون میده. بعد تو میخوای این پاداش رو نفله کنی؟ نه. وایسا ببینم میخوای ما رو مسموم کنی؟ نه اینا جا مونده بودن، فقط همین. مرگ من راست میگی. بندازینش تو حفره. نذارید این کارو بکنن، جلوشونو بگیرید. اون کوه رو میبینی؟ روی بلندترین قله کوه یه افسونگر زندگی میکنه. من دارم میرم به ملاقات اون افسونگر برای یه سری دلایل شخصی. باور دارم که اونجا یه جنگجو وجود داره که میتونه دهکده شما رو نجات بده. خب پس منتظرش چی هستیم؟ بزن بریم. کجا با این عجله؟ مبارزات سختی رو در پیش داریم. باید از باطلاقای مرگبار و جنگلای مخوف که معلوم نیست تو دل تاریکیشون چی مخفی کردن عبور کنیم. تازه وقتی به کوه برسیم باید از مابجزی ملکه سه سر میمونا رد شیم. ملکه سه سر میمونا دیگه چیه؟ نکنه شوخیت گرفته آنگه؟ یه زمانی اونم یه میمون معمولی بود، اما به قدری بدجنس، شرور و البته تشنه قدرت بود که افسونگر تصمیم گرفت برای اینکه درسی بهش داده باشه اونو به 3 قسمت تبدیل کنه. هر قسمت اون نماده ضعفه: خودشیفتگی، حرص و حماقت. اون به قدری از این کار افسونگر عصبانی و برافروخته شده بود که به ارتش میمونا دستور داد کوه محل اقامت افسونگر رو محاصره کنن و ارتباط افسونگر رو با دنیای خارج به طور کامل قطع کنن. اون اجازه نمیده هیچ کسی به ملاقات افسونگر. با این حساب ما چطور میخوایم ازش عبور کنیم؟ فکر کنم باید آرزو کنیم. یا آرزو از اعماق قلبت. اون دیگه چیه؟ سلام دوستای من. شما اومدین که منو نجات بدین. اومدین که منو از این جنگل وحشتناک خارج کنین. تو چجور موجودی هستی؟ خودت چجور موجودی هستی؟ من یه پسرم. بگو ببینم کوچولو اسمت چیه؟ فکر کنم با تو بود. اسم من پافیه. خب کجا باید بریم؟ چی؟
جان گیسه سفیدت من از اینجا ببرین، من اینجا تنها نذاری، خواهش میکنم. ما میریم ملاقات افسونگر تو قله کوه. بهتره به راهمون ادامه بدیم. خیلی خوب، موفق باشی. صبر کنید، من اینجا تنها نذاری. شما مجبورین که منو با خودتون ببرین. من میخوام افسونگر رو ببینم. تو؟ برای چی؟ واسه شکستن این طلسم مسخره و واسه برگشتن به دوران شکوه زیبایی و از بین بردن این ظاهر مسخره و زشتم. طلسم؟ منظورت چی؟ منظورم اینه که من یه شاهزاده طلسم شدم. آبی جون تو. حالا ببینید چه کارتون میکنم. تو زندگی قصر باشی هم زندانیتون میکنم. اصلا میدم پوستتون رو قلفی بکنن. برو اون بر بابا، برو اون بر. اونو ولش کنین وگرنه با من طرفی. میگی چه اومد؟ الان من نشون میدم. یه جلو اینم. یکی منو بیاره بیرون. کار جرأت کردی به خود من دست بزنی؟ اینطور که معلومه باید یکم فن مبارزه کردن رو به یاد بدم. ببخشید، شما کی هستین؟ اسم من ساواست، اینم آنگس. منم اسمم فافله، یه نیمه نجیب زاده. من یه نجیب زاده معمولی نیستم، من یه شاهزاده طلسم شدم. البته که هستی. ظاهرا همه توی این جنگل یه شاهزادگی زیبا. ها؟ ولی من یه شاهزاده واقعیم. قبل از اینکه به این نفرین فلاکتبار دچار بشم واسه خودم برو بیایی داشتم. دیگه بانویی در این سرزمین نبود که برای تصاحب من با رقیبش وارد میدون نبرد نشده باشه. از بس که من شیرین و دوست داشتنیم. بابا یکم رعایت کن، مکان عمومیه. ساکت شو صورتی، من نبودم. چون نبودی؟ ما هممون صداشو شنیدیم. بابا میگم نبودم. راست میگه، اون صدا از مسافرش بود. افسون، من نمیتونم از شر این خلاص بشم. ما جفتمون قربانی نفرین یک افریته رزل شدیم. میدونید اونم مثل خیلی های دیگه شیفته من بود. روزی که اومد دیدنم پشه نیشش زد، درست نوک بینی شد. کری بود، کریه ترم شد. اما من دیگه چاره ای نداشتم جز این که تردش چرا کنم. نمیتونی از شرش خلاص شی؟ من اسیر یک نفرین دوگانم. اولیش این چهره کریه المنظریه که میبینید. راه خلاصیشم نمیدونم چیه. و دومیشم اینه که اون افریت ما رو محکوم کرده که تا ابد با هم باشیم. نفرینش خیلی بده. این نفرین در صورتی باطل میشه که ما سر یه چیز با هم توافق کنیم. چرا با هم توافق نمی کنی که هر کدوم راه خودتونو بریم؟ ها؟ اون یه پشه است، من یه نیمه نجیب زادم. اصلا تو شأن من نیستش که بخوام باهاش صحبت بکنم، حالا چه برسه به این که توافقم بخوام باهاش بکنم. او موجود فرومایه و پست بیش نیست و البته موی دماغره. من میخوام به دنبال افسونگری برم که در کوهستان زندگی میکنه. اتفاقا ما هم داریم میریم دیدن همون افسونگر. خب من اجازه میدم که در رکاب من سفر کنید، البته تا زمانی که 2 قدم از من عقب‌تر باشید. در ضمن من هیچ مسئولیتی در قبال اون موجود صورتی ندارم. خوری فاکی Wachau godem bablongo Makaka choka hede به کارتون ادامه بدین نوکرای من. بیا ببینم الان میزنمش به هدف. برو یه دارت دیگه.
مام، کارت حرف نداره. از همه بهتری. مهارتات باعث شده ما شهره شهر بشی. ببخشید، تو فکر بودم، نفهمیدم چی گفت. بوی سوخته که مغزت بلند شد. حالا بگو ببینم به چی داشتی فکر میکردی؟ داشتم به این فکر میکردم که شبا پشه ها میان بیرون و روزا پیداشون نیست. آیا پشه ها شبکارن؟ تو یه احمقی. تو واسه چی اینجوری ماچت برده؟ راستش محو شکوه و جلال و زیبایی و هیبت اولیا حضرت بودم. خلاصه ما یه دام پهن کرده بودیم، یه نفر توش گیر کرد. منم زدم تو سرش ولی فرار کرد. وقت کردی یه خورده دیگه چاپلوسی کن. آلیا حضرت رو شونه اون مرده پشه بود که رو تخت پادشاهی نشسته بود. پشه رو تخت پادشاهی؟ آلیا حضرت ما داشتیم مشتمون رو حواله تومه میکردیم که یهو 3 تا مشت زن اومدن ما رو نفله کردن. من عاشق داستانای بزنیم. اما یه مسئله ای هست. یکی از اون مشت زن‌ها یه گرگ سفید بود. یه گرگ سفید؟ ببینم نکنه بازم توهم زدی کودن. نه، با چشمای خودم دیدم ارباب. یه پسر بچه و یه موجود صورتی کوچیکم باهاش. چرا باید این مسئله واسه من مهم باشه؟ چون ما تو جنگل فالگوش وایسادیم و فهمیدیم اونا میخوام برن به ملاقات افسونگر آلیا حضرت. الان این چی گفت؟ مامورای ویژه به خط همین حالا. میخوام بهترین کاری که از عهده‌اش برمیایید و انجام بدین. نه، منظورم خرابکاری نبود. چی دستور میفرمایین ارباب؟ میخوام جاسوسی کنی. میخوام با دقت همه ی حرکات مزاحما رو زیر نظر داشته باشی. هر قدمی که بر میدارن. واضحه؟ بعد از اینکه محصولات کشاورزیتون رو نوش جان کردیم، شما رو میبریم پیش ارباب میمون ها. اون دستمزد خوبی بهمون میده. کی اونجاست؟ هانگه من یه دونه بابا دوباره نه. چه میخوای؟ دفعه دیگه قبل از اینکه از این کارا بکنی به همون هشدار بده. فهمیدی؟ من وقتی میخوابم نمیتونم خودم رو کنترل کنم. آره اتفاقا منم همینطور. میدونی بعضی وقتا ممکنه تو خواب پشه ها رو له کنم. ای وای، یه لحظه وایسید ببینم اون پنکیک صورتی کجاست. پافی پافی اون رفته. بله، اینم جای تشکرش از شما بود. شما اونو از جنگل نجات دادین، اونم تنهاتون گذاشت و رفت. اون فرار نکرده، یکی اونو با خودش برده. اینجا یه رد پایین. باید بریم پیداش کنیم، ممکنه جونش در خطر باشه. من جون خودم واسه خاطر یه توده صورتی رنگ چند گرمی به خطر نمیندازم. نمیتونیم همینطوری ورش کنیم که. من یارو راست میگه، خیلی خطرناکه، باید بزنیم به چاک. صبر کن ببینم. نه، این حشره اشتباه میکنه. ما باید اون گلوله کانوای ملوس رو نجات بدیم. پافی بیچاره حتما خیلی ترسیده. این صداها برای کیه ها؟ ماکاتونگا. اونو فکر میکنه من ماکاتونگا بدبخت شدم. باورم نمیشه چی میبینم. بالاخره خودتو به ما نشون دادی. حالا ما میتونیم سرنوشتی نیکو برای خودمون رقم بزنیم و به بهترین شیوه ممکن بر روی زمین زندگی کنیم. اینو میخوای بزنی؟ آخه چه گلی به کلم بگیرم من؟
کجا چی کار کنم؟ آخ جون اب. آقا اجازه؟ ماکاتونگا برای ما صحبت خواهد کرد. ای آسمان بر ما ببار. ای حالا به ما رسید کویر شد. ای وای من ببار 2 قطره فقط. ای جانم بارون 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 ببار بارون بارون ببار دیگه. ممنونیم از بارون از بارون از بارون فدای دل آسمون. برکتون نعمت از آسمان از آسمان 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 میباره از حالا هر دم بهرمان هر دم بهرمان میباره. اینجا عجب جای ترسناکیه. خورسندی خورسندی برکت و نعمت از آسمان نعمت از آسمان میباره از حالا هر دم بهرمان میباره از حالا هر دم بهرمان. هرتون دراز نه. ساکت باش. معذرت میخوام. یه بخش میباره از حالا هر دم بهرمان میباره از حالا هر دم بهرمان. آنگه اونا چی هم؟ از ظاهرش که خوشم نمیاد. وای اینجا باید مراسمی چیزی باشه. این تزیینات خیلی دلرباست. یادم باشه حتما به سازندش چه خبره؟ فکر کنم خوشبینانه بود که فکر کردم اینجا مراسم جشن و سرور به پا بوده. اگه میتونی منو بگیری. غذا تکون نخوردارم نهار میخورم. هیچی نگو مگه نمیبینی گرفتارم. آفرین فقط مواظب باش شست پا تو چشت نره. وایسادی نگاه میکنی نجاتشون بده. آنگه ما کجایی؟ هیچی نگو من قبلا اینجا بودم.
سبا حالت خوبه؟ آره حالم خوب. ای ماکاتونگای بزرگ، ما رو راهنمایی کن، قدم پیش بگذار و حکم خودتو بر ما جاری کن. آیا باید اجازه بدیم این مزاحمین زنده بمونن یا آنها رو محکوم میکنی به مرگی تدریجی، ترسناک و دردآور؟ پافی؟ اینجا ما پافی مافی نداریم. من ماکاتونگام، حاکم مردم سرزمین بادلاها. حاکم؟ تو حاکم نیستی، تو یه حاکمی. آره سب کن ببینم درست متوجه شدم. یعنی یه گوش باد بزنی جغله میخواد به شما حکومت کنه؟ ماکاتونگای بزرگ، اراده شما چیه؟ آیا باید زنده بمونن یا بمیرن؟ بایسا قبل اینکه کاری خوب فکر کن. بکنیدش تو گونی. شوخی کردم اونا با منن. مزخرف. با اینو نگاه کن، یکی هم مردان سیاپوش. چرا کسایی که ما دنبالشونیم رو تعقیب میکنن؟ ما زودتر به ارباب خبر بدیم. Everyone, be quiet. I am sad today. Are you deaf? ارباب من فهمیدم فقط ما نیستیم که اونا رو تعقیب میکنیم. ریکیا یا همون مردان سیاه‌پوش هم هستن. مردان سیاه‌پوش؟ چی داری میگی؟ دلیلشون برای تعقیب اونا اصلا مهم نیست. ریکیا همیشه در احتمالاً پیدا شدن یه گرگ سفید اونا هم به اندازه ما به این ماجرا علاقه‌مند کرده. مام تو خیلی باهوشی، تو باعث میشی ما دوتام خیلی با ذکاوت به نظر برسیم. ساکت، باید فکر کنم. من خیلی فکر کردم، جوابم نه، من اصلا کر نیستم. شیشا نه متوجه نشدین، این اسم منه. میدونم، فقط از شنیدن اسمتون هیجان زده شدم. اینم نوه عزیزتر از جونم، نانتی. نیمه نجیب زاده فاول، در خدمتگزاری حاضرم. اسم من ساباست، اینم آنگه است. میدونی من و آنگه دوستای قدیمی هستیم. مگه نه آنگه؟ آره، هر روزم فکر میکنی نمیتونی اون کارو برای دیگران انجام بدی؟ من دیگه پیر و ضعیف شدم، تواناییشو ندارم. دارین راجب چی حرف میزنی؟ تو مراقب ما بودی؟ نانتی مدت هاست که مراقب این پسرک استخوانیه. مراقب من؟ چرا؟ ما مدت هاست در انتظار کسی هستیم که قلب یک جنگجو در سینش میتپه. بخشیدا، ولی فکر کنم نشونه گیریتون درست نبوده. من عذر میخوام. من فقط میخواستم مراتب احترامم و به استحضارشون برسونم.
پافی. سوا خوشحالم که میبینمت. دلم برای تنگ شده بود. به جنب بیا زیر لباسم. میخوام از اینجا ببرمت بیرون. نمیخوام جایی برم. جام خوبه. چی؟ این بهترین اتفاقی بود که میتونست واسم بیفته. اینو فکر میکنم من قدرت ماورایی دارم. این مردم در خدمت منن. فکر کردی اگه اینو بفهمن تو معمولی هستی چی میشه؟ به جنب بیا دیگه. من از جام تکون نمیخورم سیاوا. من میخوام بمونم. حالا مثلا چه اتفاق بدی ممکنه بیفته؟ میخوای با اون چیکار کنی شیشه؟ بشین. بهتر خوب گوش کنید چی میگه. چیزایی که به من گفتی به اینم بگو. داستانهایی که از گذشته نقل شده به ما میگن که حاکم ما ماکاتونگا هزاران ساله که توی باطلاق ها سرگردون شده. وظیفه ماست کمکش کنیم به جایی که بهش تعلق داره برگرده، یعنی بهش. میخواید بکشیدش؟ اون برای همین اینجا اومده. با قیافش وقتی این خبر رو میشنوه دیدنی میشه. کاش منم شانسی دیدنشو داشتم. پدر بزرگ، جمجمه داره یه چیزی نشون میده. درباره چی حرف میزنه؟ من یه جمجمه دارم صدام داره. تموم شد. خب کیفیت تصویرش فوق‌العاده بود، ولی خب چون صدا نداشت نفهمیدم چی شد. من لبخونی کردم. اون داشت درباره ما میگفت. درباره ما؟ گفت که هرگز بهتون اجازه نمیده افسونگر رو ملاقات کنی. از تمام قواش برای دور نگه داشتن شما از اون استفاده میکنه. اون میخواد شما رو بکشه. ما 4 نفر هیچ وقت نمیتونیم از ارتشون رد شیم. باید یه راه دیگه‌ای براش پیدا کنیم. به هر حال بهتره بریم. فقط قبلش من یه کار کوچولو دارم که باید انجام بدم. منو بذار زمین. به دستور میدم دست کسی میده از رو من بکش. من حاکم سرزمین باطلاقم. چی میخوام؟ فکر کنم برای اینکه شبو بگذرونیم اینجا جای امنی باشه. جدی میگی؟ ممنونم. ساوا چیزی نگو. چرا ما رو تعقیب میکنی؟ خب معلومه که این دخترک میخواد با ما همراه بشه تا وارد دنیای پرماجرای یک نیمه نجیب زاده بشه. من مطمئنم که شیفته دلاوری ها و جنگاوری های شخص بنده خواهد شد. یعنی فکر کردی اون به خاطر تو داره بابا میاد؟ خب معلومه نیمه نجیب زادتون منم دیگه. این که هیچی، اونم که نیست، اینم دیگه نیست دیگه. ببین هرچی هم باشی اینا تو سرن. خواهش میکنم، منم میخوام تو این سفر همراهتون باشم. چرا؟ هی میگه چرا؟ دلیلشو گفتن دیگه. من دلایل خودمو دارم. میتونم همراهتون بیام؟ البته فعلا که هر کسی از راه رسیده ما همراه شده. چرا تو نباشی؟ متشکرم. ماکاتونگا؟ نه شاهزاده خانم، اون پافی قدرت ماورایی هم نداره. چی؟ اما پدر بزرگم میگه که اشتباه شده. اون فقط یه دونه حالا فهمیدم. معلوم شد اون چیه. باید به ساوا هشدار بدم.
باید برم اینو گزارش کنم. اولیا حضرت، شما بسیار با کمالات، با تدبیر، محصول کننده و فوق‌العاده هستید. من به شما تبریک میگم. چی شده؟ گزارش من یور زد تو سرش، گفتن بیا بزن تو سرش، رد پای گرگا بگیرد شکل اگردی شده افتاد. بعد نمیدونه چه یه واسه اومد گفتش از دست سر سیاه رد پای گرگا رو دنبال کردیم. بعد تا اومدیم مزاحما رو از بین ببریم با یکی از ریکیا مواجه شدیم. ریکیا؟ آره خیلی باور نکردنی بود. اون یهو تبدیل شد به یه مرد سیاه‌پوش و آخرش هم شد گرگ سفید. مردان سیاه‌پوش تبدیل شدن به گرگ سفید؟ البته، چرا که نه؟ قرمز مغز؟ در خدمتم اولیا حضرت. مردای سیاه‌پوش از گرگای سفید خیلی بهترن. اونا از انسان ها محافظت میکنن. اگه گرگا برگردن برای من برده‌ای نمیمونه. ما وارد جنگ میشیم. در برابر گرگ ها اولیا حضرت، اما اونا که منقرض شدن. نه، علیه مردای سیاه‌پوش. برو سراغشون، بهشون اطلاع بده. ما با اونا وارد جنگ میشیم. شما از من میخواید که برم سراغ ریکی ها، یعنی راست برم توی قلعهشون؟ بله بانوی من، میشه برای محافظت بیشتر گارد سلطنتی هم همراه خودم ببرم؟ نه، نمیتونم خطر از دست دادن نیروهامو اونم قبل از جنگ بپذیرم. جرقه ها رو با خودت ببر. جرقه ها. در خدمتیم اولیا حضرت. شما باید قرمز مغزو تا قلعه ریکیا همراهی کنید. ای جان، قلعه ریکیا چقدر هیجان انگیزه. بدون شک بناس واردی جنگ بشیم. من که دست کامل لباس پلنگی ارتشی لازم دارم. در سراسر کوهستان این خبر رو پخش کنید، به گوش همه برسونید که میمون ها علیه ریکیا اعلان جنگ کردن. میگه ما الان اعلان چی کردیم؟ نانتی کجاست؟ آنگه کو؟ فکر کنم کارمون ساخته است. یه چیز داره میاد این طرف، یه چیز خیلی گنگه. نانتی کجا بودی؟ حالت خوبه؟ من یه چیزی دیدم. دوست تو گرگ زیادم گرگ نیست. منظورت چیه؟ من دیدمش توی جنگل. اون یه دفعه سیاه پوش شد. من دیدم که اون تبدیل شد. به چی تبدیل شد؟ دوست تو آنگه یه ریکیه. نه، من از اون چیزی که دیدم مطمئنم. نه، تو حتما اشتباه کردی. به خاطر تاریکی اون بوده. درست میگه. من یه ریکیه. مگه داریم؟ باورم نمیشه. آدم به گرگ نتونه اعتماد بکنه، دیگه به کی میتونه اعتماد کنه؟ توضیح میدم. توضیح؟ تو فریبم دادی. همه حرفات دروغ. مجبور بودم. چرا؟ حتما واسه اینکه منو فریب بدی تا رفقات بتونن روحمو تسخیر اینطوری که کنن. میگی نیست. بهم اعتماد کن. نمیتونم بهت اعتماد کنم. من اصلا نمیدونم تو کی هستی. نمیدونم چه جور جونوری هستی. من دوست تو هم همیشه بودم. نه، تو یه دروغگویی. من فکر میکردم میخوای کمکم کنی. ساوا لطفا. نمیخوام، تنها بذار. چقدر ناراحت کننده. چطور تونستی جناب گرگ؟ اون پسر دوست تو بود. میرم دنبالش. نه، از اون دور بمون. همینطورم از ما. من دیگه نمیخوام تو رو ببینم خیانتکار. من هنوز میتونم ما کمکتون به کنم. کمک تو احتیاجی نداریم. برو. خب فکر کنم الان من مسئول همه چیز هستم. نمیشه به هیچ کس اعتماد کرد. از اعماق وجودت آرزو کن. همه فقط دنبال منافع خودشونه. آنکه زبا یه ریکیه گنده. خب الان دستورتون چیه فرمانده؟ من فرمانده نیستم. خودت همین الان گفتی اون فرمانده. مال قبل از اونه بود که تو به من بگی فرمانده، ولی حالا که گفتی من دیگه نیستم. بابا بی خیال. خودت بی خیال. اصلا تو کی هستی که به من میگی بی خیال؟ من باشه بابا، تو فرمانده نیستی. چرا هستم؟ من فرماندم. پس بریم ساوا رو نجات بدیم.
ولم کن. آنکه ساوا چرا این کارو میکنی؟ چون دستور پدرته. کمکم کن آنکه. نجاتت میدم ساوا. باشه پدر، من میام. منو از اینجا بیارین بیرون. حالا چطوری مادرمو نجات بدم؟ چه بلایی سر دهکدمو میاد؟ هر جا که هستی اینو بدون ساوا. هر شب به همون ماهی نگاه میکنم که تو نگاه میکنی. حالا دیگه در مقابل من زانو میزنی؟ اومدم معذرت خواهی کنم پدر. میدونم که احترام شما رو نگه نداشته، اما چرا اون پسر رو زندانی کردی؟ اگر اون کارو نمی کردم تو هرگز اینجا نمی اومدی. چرا این پسر انقدر مهمه؟ اون منو یاد چیزی که واقعا هستی میندازی. بهم گفتن که تونستی بر طلسم فائق بیای و دوباره تبدیل به گرگ بشی. اگه من و ساوا بتونیم خودمون رو به افسونگر برسونیم، شاید بتونیم به بقیه هم کمک کنیم. پدر، ارتش شما میتونه به ما کمک کنه که میمونا رو شکست بدیم. این راهیه که تو انتخاب کردی. من از ریکی بودن خودم خوشحالم. نمیخوام دوباره به گرگ تبدیل بشم. پس من همراه اون پسر از اینجا میرم. ممکنه تنها بمونی. من به تنها موندن عادت دارم. اگه میخوای زنده بمونی راه بیفت. واقعا؟ شوخی بیمزه‌ای. ساوا بلند شو. واقعا خودتی؟ بعدا همه چیزو واسه میگه. من وظیفه دارم
به اطلاع شما برسونن به خاطر عملکردهای غیرقانونی شامل کمک کردن به یک پسر بچه برای ملاقات با یک افسونگر، اولیا حضرت مام جوزی ملکه میمون ها، قهرمان همه شامپانزه ها و حاکم بلا منازع همه گوریل ها بر علیه ریکی ها اعلام جنگ خواهد کرد. بهتون گفته باشم مواظب خودتون باشید. اون چطور جرأت کرده؟ جنگ شروع شد. هیچکی اینجا نیست. پرنده پر نمیزنه. فکر کنم اصلا اینا میدونستم من دارم میام. آخه چقدر خوبه همه از آدم بترسن. سلام آقایون. بونجور موزیو. ببخشید دستباب از کدوم طرفه؟ نگاه کنید چی تو دستام دارم. ماکاتونگا حاکم سرزمین بادراها با نیروی ماورایی. من جای شما بودم اصلا نزدیک نمیشدم چون اصلا معلوم نیست که چه بلایی سرتون بیاره. من خودم یه نیمه نجیب زاده هستم. خیلی ها سر به دست آوردن من خودشونو کشتن و خیلی هم سر به دست آوردن من با خودشون جنگ کردن. خب فکر میکنم که الان وقت گپ زدن نیست. متشکرم، ممنونم، موفق باشید. اون پیام آور مرگ. پیام آور مرگ. میشه بگن چیه تو ترسیدم؟ به قدرت ذاتی و توانایی فیزیکی من پی بردن. من نیمه نجیب زاده فافل هستم. این اسمو هرگز دست کم نگیر باشه؟ چه عجیب. حالا برنامه بعدی چیه؟ باید یه نقشه بکشی. نانسی چقدر خوشحالم که زنده ای. ما اومدیم تو قصر ریکیا دنبالتون. چی؟ چطوری فرار کردی؟ اختیار دارین، همش کار من بود. همشون از من ترسیدن، از تاش لکنت گرفته بودن. میگه من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. همه ازش فرار میکردن. شما چطور فرار کردین؟ آنگه منو آورد بیرون. با عقل جور در نمیاد. اگه اون یه ریکیه چطور میخواست تو رو از دست همه‌هاش نجات بده؟ آره چرا؟ بیایید نزدیکتر تا براتون تعریف کنم. همه شما داستان گرگ‌های سفید رو میدونید. ما برای صدها سال با آدم‌ها در صلح زندگی کردیم. ما از اونا در مقابل دشمناشون حفاظت میکردیم تا اینکه یه روز فرمانده ما یعنی پدرم به خاطر گرسنگی به یه انسان حمله کرد. افسونگر برای اینکه گورکا رو به خاطر حمله به انسان تنبیه کنه اونا رو نفرین کرد و تبدیلشون کرد به انسان. پس ریکیا همون گرگای سفید؟ دقیقا. اینا رو ولش کن، برو جای خوب داستان بگو چرا ریکیا از من میترسن. در واقع بیرحمانه ترین قسمت این نفرین اینه چون ما به قدری به قدرت خودمون به عنوان قوی ترین موجودات جنگل مغرور شده بودیم که افسونگر ما را نفرین کرد تا به واسطه ضعیفترین مخلوق جنگل کشته شد. شوخی میکنی جدا؟ آره، یه ریکی خیلی زود با گزش یه پشه کوچیک از پا در میاد و میمیره. با گزش من؟ حساب کن ببینم، فکر کنم اشتباه شده. متاسفم فافل، اما این تو نبودی که اونا رو به وحشت انداختی. میشتم بگو، میخوام بدونم. امکان نداره، منظورم اینه که من اونا رو دیدم. اونا حسابی ترسیده بودن. خیلی خوب باشه قبول، ولی بگو ببینم تو چرا از پشه نمیترسی؟ از وقتی شیشا تریسم منو باطل کرد، اگرچه کاملا موفق نشد و من همچنان بین گرگ بودن و انسان بودن در رفت و برگشتم، ولی دیگه به نیش پشه حساس نیستم فافل. نه اما هنوزم میگم که نه. حالا کی کار درست رقیب جانهان؟ آری شد، آره دیگه توپم تکونش نمیده. خیلی خوبه، همینطور ادامه بدین سربازای من. ما ارتش قدرتمندی هستیم، موفق میشیم شکستشون میدیم. آفرین قهرمانای من، همه به پیش.
این همه میمون فقط به خاطر ما؟ چرا ما باید نگران باشیم ناسلامتی؟ ما این پشه رو کنار خودمون داریم. سوا، هر تلاشی برای عبور از سد عظیم میمونا بدون کمک ریکیا امکان پذیر نیست. دیر نشده، هنوزم میتونیم برگردیم. آره حق به اونه، این کار عاقلانه تره. نه، من تنها کسی هم که میتونه دهکده رو نجات بده. مردم تو هم برای نجات پیدا کردن به تو وابستن. ما موفق میشیم. من با تمام وجودم اینو احساس میکنم. داری چی کار میکنی؟ برای پدر بزرگم پیغام میفرستم. میخوای شمشیرتو برات تیز کنم؟ میتونی؟ آره، برا من کاری نداره. تموم شد. حیرت انگیزه. به نظر کار راحتی همینطوره. از 3 سالگی روزی 6 ساعت تمرین میکردم. معلومه تو این کار ماهر میشم. آنگه این حقیقت داره که ستاره ها و خورشید یه روز از بین میرن؟ آره. آخه چرا؟ چون اونا ابدی نیستن. پس چی ابدیه؟ هیچ چیز. یا اگرم هست من نمیدونم. کسی هست که بدونه؟ فقط خالق هستی که فنا ناپذیر و ابدیه. قلب چی آنگه؟ نه، قلبم یه روز از بین میره. پس احساسات تو قلبمونم تموم میشه؟ نه، قلب از بین میره ولی احساساتش تا ابد باقی میمونه. کی اونجاست؟ خودتو نشون بده. پدر بزرگ، پیغام منو گرفتی؟ بله، ما کمکت میکنی. متشکرم که اومدی، ولی هنوز تعدادمون خیلی کمه. انگاسوس، شما اینجا چی کار من یه پیغام خیلی مهم از طرف پدرت برات دارم. ریکی ها در کنار شما با میمون ها خواهند جنگید. ما از شما حمایت میکنیم. در این نبرد فرماندهمون باش. بوی آبگوشت میمون میاد. ما الان اینجا چی کار میکنیم؟ فهمیدم اومدیم پیکنیک. اونا هاشم دارن میان. تو مجبور نیستی اینجا باشی. باشه حتما. من میرم مثل یه دختر خوب یه گوشه میشینم و نگاهتون میکنم. چطورین؟ صدامو میشنوین؟ متاسفم رفیق، ولی وقتش بیدار شی. این صدای چیه؟
اژدها بیدار شده. فکر میکنی قضیه چی؟ من اصلا فکر نمیکنم. من نادونم. کدومم نمیفهم. آماده؟ بده همه به جای خود. سپرا رو بگیرید بالا. الان حالتون رو میگیرید. همگی در صفهای منظم پیش به سوی میمون ها. اینجا دست به آب نداره. من برم زودی بیام. پیش به سوی جلو. گروه به حرکت ادامه بدید. هیچ مشکلی نیست. من همینطوری دارم هی له میکنم، هی نقش زمین میکنم، هی له میکنم، هی نقش زمین میکنم. متشکرم پسر. دیگه به هیچکی رحم نمی کنم. من یه شمشیر لیزری صورتی به اسم ماکاتونگا دارم. نابودتون میکنم. باید تسلیم بشی. اون دیگه چه جونوریه؟ یه خفاش گنده. ممنون پدر. همه شما بوسترا در مقابل ما متحد شدیم. خیلی خوب، منتظر تاوانش باشی. گفتی دشمن ریکیا پشهان، برو بیارشون. اگر نیومدن چی؟ اون وقت دستور چیه؟ اونا توی غار تحت فرماندهی من هستن. بگو یا بیان یا اونجا رو سمپاشی میکنم. مهمجزی به کمک شما احتیاج داره. ریکیا به من حمله کردن. لعنتی. به پشه ها حساسم، ولی اگه بتونن کمکم میکنن جنگو ببریم فکر کنم با نیچشون کنار بیام. پیام آوران مرگ. یه کاری بکن. مگه تو پادشاهشون نیستی؟ اگه ما هم توافق کنیم میتونم متوقفشون کنم. توافق با یه بچه ناچیز؟ من نمیتونم این حقارت رو تحمل کنم. ای وای من، یه نگاه بنداز اون بالا. منظره یه هولناکیه. من تنها امید اونا. قبوله. من باهات موافقم. تو تنها امید اونه ای. تو کاملا درست میگی. واقعا حقارت آمیز بود. خیلی خوب باشه، نشون بده تو چند چی داری. فافل تو یک کودانی. صبر کنین. پادشاهه. ما امروز هیچ ریکی و نیش نمیزنیم. حتی یه نفر و دشمنای ما امروز میمونان. ای خائنا، ای موجودای مزاحم. کمک! منو بذار زمین.
نگاه داری پرواز میکنی. آی چه فاجعه، 3 ساعت طول کشیده بود موامو درست کنم. ای وای انگار روز حسابی پسه. خب به نظر میرسه الان فرصت مناسبیه برای گفتن من تسلیمه. میخواییم البته الان فرصت مناسبیه برای اینکه از جلوی چشمای من ناپدید شی. خب این آخرشه؟ همه چی تموم شد؟ بله تموم شد. بدرو تو خیلی خوبه فافل، یه نیمه زادای نجیبی. اینم از حماقتته. من متشکرم. آی بیا باش. من آزاد شدم. الان خیلی خوشحالم. دیگه مجبور نیستم تمام مدت صداشو تحمل بکنم و اون داستانای احمقانشو. همینطور بعضی بوها رو. اون خوبیش اینه که من الان آزادم. تو خیلی به همون لطف کردی. نه خواهش میکنم دیگه هیچی راجع به این قضیه نکن. باشه. آنگه تو میتونی راه بری؟ من خوبه. پس بهتره راه بیافتیم. میخوام زودتر به افسونگر برسیم. آخه این چه افسونگریه که تو همچین جایی زندگی میکنی؟ توصیف این خونه رو تو داستانا زیاد خونده. این خونه یه افسونگر پیره. ای خانه، پشت تو به جنگل کن و رو تو به من. فکر کنم درست گفتم. آروم باشین، فقط یه بوقلمون گنده و چاقه. گفتی این افسونگر به چی علاقه داره؟ اون افسونگریه که... افسونگری که چی؟ که بچه میخوره. وای ترسیدم. چه جای جالبیه. اینجا خیلی مخوفه. تعطیله، بریم فردا بیاییم. چرا هیچکی به من توجه نمی‌کنه؟ اون چیه؟ فقط یه لباس قدیمی. انتظار یه شنل داشتی؟ راستشو بگم من انتظار یه افسونگر واقعی رو داشتم. منظورتون افسونگر پیره. اون سال هاست که دیگه اینجا زندگی نمی‌کنه. براش چه اتفاقی افتاده؟ خب اینطور فرض کنین که اون منو جای خودش گذاشته و رفته. تو افسونگری؟ خب اصولا انتظار میره که افسونگرا مرد باشن و البته پیر و چروک. اما این قانون شماست. حتما یه درخواستی دارین که تا اینجا اومدین. خب اول تو بگو ساوا. تو منو میشناسی؟ البته که میشناسم. هرچی تو ذهنت هست به من گفتن اینجا میتونم یه جنگجو پیدا کنم که بهمون کمک میکنه دهکدمون رو نجات بدم. اون بالاست. خیلی وقتی که انتظار تو رو میکشه. برو پیشش. فافل، به هم یه بار دیگه یادآوری کن که چرا نفرین شدی. خب به خاطر غرور خودپسندی. اعتراف کردی؟ چون که من همیشه خودم رو برتر و بالاتر از همه میدونستم. پشه کجاست؟ رفت، اون آزاد شد. ما با هم توافق کردیم. زانو بزن لطفا. به وسیله این استخون من به تو سمت یک نجیب زاده تمام عیار رو اعطا می کنم و تو رو به شکل سابقت برمیگردونم.
من برگشتم واقعا خودمم. سلام، کسی اینجا نیست؟ اسم من ساباست. من اینجا دارم دنبال شما میگردم. خیلی قوی به نظر میاینا. میتونین دهکدمون رو نجات بدین؟ کاری که پدر من انجام داد اشتباه و ما بهای سنگینی و بابت اون اشتباه پرداخت کردیم. ما به چشم دیدیم که روحمون تا چه حد میتونه تاریک باشه، اما دیگه تغییر رو داریم. موافقم. پس این نفرین رو باطل کن. تبدیل شو آنگی. دیگه هیچ ریکی وجود نداره. نانسی، برای تو چه کار میتونم بکنم؟ هیچی، من همه چی دارم. مطمئنی؟ بله مطمئنم. بهتر عجله کنیم، ما خیلی بهت احتیاج داریم. اجازه خانم، ما هم هیچ درخواستی نداریم. من فکر میکردم تو که شاهزاده طلسم شده ای؟ آره، ولی دیگه نه. من فقط یه دوست میخواستم. از تنهایی خسته شده بودم خب، ولی حالا کلی دوست دارم. شما این همه راه تا اینجا اومدین، حتما یه کاری هست که من انجام بدم. باشه حتما. چیزیو که دنبالش بودی پیدا کردی؟ بله متشکرم. راه خروج از کدوم طرفه؟ هدایتشون کن بیرون. وای شما خیلی خوش چهره این. خب میدونی من فقط یه خورده از معمولی بهترم. حالا تو فرمانده مایی. من کلی پول دارم. من میتونم تو رو پادشاه همه اژدهاها کنم. با تو هم مارمونه که زشت منو بذار زمین. آنگه دهکده من سوار شد. شما رو توی چشم هم زدم میرسونم. خب سپاسگزارم، واقعا متشکرم. این لطف بزرگیه در حق من. ممنونم رفقا، لطف کردین، ممنون. الان میخورنش. ساوا همه چی مرتبه ماما. داری چی کار میکنی؟ Saving the world entire. شما عقب بایسین. این یه تصفیه حساب شخصیه. خب کوچولو، نکنه فکر کردی میتونی منو شکست بدی؟ این نهایت کاریه که میتونی بکنی؟ حیوان وحشی.
ما برده شما نیستیم. به من رحم کن، خواهش میکنم. دیگه هیچ وقت نبینم اینجا پیداتون شه. چه خیر؟ بزنیم به چاک؟ یه گاز یا برو اونور ببینم. خودت برو اونور ببینم. خب عزیزم نگفتی در گوش افسونگر چه درخواستی کردی؟ ماکاتونگا منو بذارین زمین، بهتون دستور میدم. فکر کنم میخوان بخورنم. همه رویاها که تو به حقیقت پیوسته. هر چیزی که میخواستی با اتکا به نیروی اراده خودت به دست آوردی. من دیگه باید برم. باید عجله کنم به بقیه گلدم برسم، چون حالا من فرمانده اونا. دلم براش تنگ میشه. نگران نباش، دوباره میبینیش. حیرت آوره. حالا که نفرینت باطل شده برای من کردم که راهی شمال بشم. این چند سال اخیر به پرسه زنی عادت کرده بودم. منم مایه دارم و بیام. خودتو زورکی دعوت کردی؟ من کلا تو زندگی منتظر دعوت نیستم. خودم خود به خودمو دعوت میکنم. من قیافم شبیه مردیه که علاقه داره با یه گوش پاکن صورتی حجیم همسفر بشه. منو بگو که مجبورم داستانه مزخرفی تو که هی میگی همه برات سر و دست میشکنن و تحمل کنم. تو به همین 6 دقیقه پیش خودت یه موردشو دیدی. شرط میبندم که هیچ کدومشون مثل من یه دوست واقعی برات نبودن. منم با خودت ببر دیگه خسیس. خیلی خوب باشه، ولی زیاد تو دست و پام نیا. چی شده؟ چرا انقدر ناراحتی سابا؟ نمیدونم. این اولین باری بود که یه دوست واقعی داشتم. اون تو رو ترک نمی‌کنه. امیدوارم زودتر ببینمش. تنها تو جاده با پای پیاده نگاهم دوخت است به جلو چه ساده با قلبم به هدفم گرد و خاک این جاده مانده بر دوشانه ای آنچه پیش رو دارم سراپا به گوش انگیزه هم به دوش پرخروش
آنچه پیش رو دارم سر و پا بگوش هی آنچه پیش رو دارم سر و پا بگوش فیلم های دوبله دیگر در وبسایت تاینی موویز. تنها تو جاده با پای پیاده نگاهم دوخت است به جلو چه ساده. سلام برابر، چطور این چه خبر؟ حال میکنین عیالوار شدم. دختر نجیب ساده از هر پرش هنر میریزه. یه خورده مشکل تغذیه داره، مصرفش غذا ناسالمه، ولی کنار میام من بسازم. قرارم برای شد مسافرت خواستیم بریم وسیله ایاب زهاب شونه فاقل عزیز. آخ جون مسافرت. با گویندگی راضیه فهیمی، آیدین الماسیان، سامان مظلومی، علی نکویی، عرفان هنربخش، پرستو آمری، میثم نیکنام، ولی الله نوری، عاطف رضوانیا، شهره روحی، مینا مومنی، ناصر محمدی. من اینیست میرسیم به آخر بار پای پیاده. آنچه پیش رو دارم سر و پا بگوش هی آنچه پیش رو دارم سر و پا بگوش. تنها تو جاده با پای پیاده نگاهم دوخت است به جلو چه ساده. با قلبم به هدفم گرد و خاک این جاده مانده بر دوشانه. ای آنچه پیش رو دارم سراپا بگوش انگیزه هم بدوش پرخروش. آنچه پیش رو دارم سر و پا بگوش هی آنچه پیش رو دارم سر و پا بگوش. تنها تو جاده با پای پیاده
نگاهم دوخت است به جلو چه ساده با قلبم به هدفم گرد و خاک این جاده مانده بر دوشانه آنچه پیش رو دارم سراپا به گوش انگیزه هم به دوش پرخروش آنچه